اومدم نحوه بخار پس کردن شلغم رو بهتون آموزش بدم. ابتدا این دمای شلغم یه ذره کوتاه میکنیم. کامل نزنین که ویتامین شلغم کامل خارج میشه. بعد اینکه دماشون زدیم، شلغم رو داخل شیشه میذاریم. شلغم رو که داخل شیشه گذاشتیم، در شیشه رو میبندیم. قابلمه مقداری آب میریزیم و اون شیشه رو داخل قابلمه میذاریم. زیر شوله رو خاموش میکنیم تا کمی از داغی بیفته. بعد اینکه کمی از داغی افتاد، در شیشه رو باز میکنیم. داخل ظرفی میریزیم. اینم از شلغمای ما آماده به خوردنه.